سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوام عملکرد ماشین لباسشویی رو روی میز کار شبیه سازی بکنم. ما چرا این کار رو انجام میدیم؟ وقتی که به خونه مشتری مراجعه میکنیم واسه ایراد لباسشوییش، حالا هر ایرادی که بهمون میگه که حالا اون ایراد برمیگرده به برد، اگر مثلا شیبرقیاش وارد مدار نمیشه، پمپ تخلیهش کار نمیکنه، موتورش کار نمیکنه، المنتش کار نمیکنه، هر کدوم از این ایراداتی که چه اینا چه حالا موارد دیگه اگه اشاره کرد، ما لازمه که بعد از اینکه حالا بردمون رو ارزیابی کردیم و تعمیر کردیم، یک بار عملکرد صحیحش رو روی میز کارمون شبیه سازی کنیم، بابت اینکه خب ممکن اون ایراد برطرف نشده باشه و ما مجبور بشیم حالا 2 یا چند بار به خونه مشتری مراجعه کنیم. اینجوری خیلی راحت میشه که تعمیری که انجام دادیم درست بوده و با خیلی راحت به خونه مشتری میریم. خب حالا در ادامه من بهتون میگم که زمانی که خواستید خونه مشتری تشریف بردید، برای اینکه بتونید بعد از تعمیرتون روی میز کارتون عملکرد اون ماشین لباسشویی رو شبیه سازی کنید، به چه قطعاتی از ماشین لباسشویی نیاز دارید که حتما بتونید روی میز کارتون این کار رو انجام بدید. خب اولین و مهمترینش خب خود برد هست دیگه. حالا معمولا بردها دو قسمت دارن. یه مین بورد دارن که خب در واقع بورد اصلی ماشین لباسشویی هست. خب میکرو روش هست که حالا برنامه ها رو اجرا میکنه و رله ها هست و خروجی ورودی ها همه به این بورد وصل میشه. و یه بورد نمایشگر داره که خب حالا روش برنامه‌ای که انتخاب کردیم، زمانی که مونده یا خطاها رو بهمون نشون میده. حالا بعضیاشون روی بورد نمایشگر انتخاب برنامه سلکتورش هست یا دکمش هست، ولی این خب یه مدلیه که رو خود مین بورد هستش. حالا یک در واقع میله خارمانندی داخل این میخوره و انتخاب برنامه انجام میشه. مورد بعدی هیدروستات هستش. این هم خب باید حتما به بورد متصل باشه، وگرنه به محض اینکه ماشین لباسشویی رو شما روشن بکنید روی میز کارتون، خطا هیدروستات رو روی صفحه نمایشگر نشون میده یا اینکه حالا بوقی یا چراغ خاصی روشن میشه. مورد بعدی هم قفل درب هست. این هم بابت این هستش که ماشین لباسشویی جوری طراحی شده که حتما باید درب لباسشویی بسته بشه که برنامه‌شو اجرا بکنه، که حالا یه جنبه حفاظتی داره. حالا این کاری که انجام میده، جدا از اینکه درب ماشین لباسشویی رو میبنده، اینه که بعد بسته شدن یه اتفاقی داخل این قفل درب میفته که حالا اون بازی توضیح مجزایی میطلبه و کاری که میکنه در واقع میاد این برق رو از این حالا بسته به قفل دربش داره به سوکت بعدی منتقل میکنه و در واقع برق قسمت بیشتری از مدار و سیمکشی برقرار میشه و تا این برق متصل نشه خیلی از قسمت‌های ماشین لباسشویی اصلا کار نمیکنه. مورد بعدی هم خب دست سیم هست و هم سیم کشی خود ماشین لباسشویی که مجبوریم خب این قطعات رو به هم دیگه متصل بکنیم. و موتور لباسشویی این توضیح رو فقط بهتون بدم که اگر ایرادی که برد داشته یا ماشین لباسشویی داشته ایرادی بوده که مربوط به موتور بوده و چرخش ماشین لباسشویی بوده، حتما موتور رو با خودتون بیارید که عملکرد صحیحش رو روی میز کارتون ببینید. ولی اگر مثلا بهتون گفته که یا دیدید که متوجه شدید ایراد از مثلا شیبرقی ها، از پمپ تخلیه، از المنت هست یا هر ایراد دیگه غیر از موتور، شما میتونید حالا به جای موتور از یه لامپ استفاده بکنید. زمانی که موتور میاد وارد مدار، اون لامپتون روشن بشه. ولی خب چون دیگه شما تاکومتر رو ندارید یا سنسور اثر حال توی دایرکت درایور رو ندارید، به موتور که یکم شروع میکنه به گردیدن یا اون لامپتون که روشن میشه، بعد چند دقیقه یه ارور میده که یعنی من سنسوری از چرخش موتور دریافت نمی کنم. ولی خب اگر ایرادتون موتور نیست، الزامی نیست که شما موتور رو بیارید. تو دایرکت درایو هم میتونید خب از سه تا لامپی که حالا به یک روش باز اون هم یه آموزش جدایی میطلبه با هم دیگه سری بکنید و عملکرد چرخش موتور دایرکت رو که با آی پی ام راه اندازی میشن رو ببینید. خب حالا در ادامه بهتون میگم که ما جدا از حالا قطعاتی که از خونه مشتری از ماشین لباسشویی میاریم، ما چه لوازم اینجا لازم داریم که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. خب اولین چیزی که لازم داریم یه دونه حالا از اینا به اصطلاح بهشون میگن آمپول گاوی دیگه، از این سرنگ‌های بزرگ هست بابت شبیه سازی عملکرد هیدروستات. حالا زمانی که ما بردو شروع میکنیم و ماشین لباسشویی انگار میخواد شروع کنه با آبگیری، ما باید با این متصل کردن این قسمت به شلنگ هیدروستات و فشاری که به این قسمت میدیم، اون حالت در واقع پر شدن ماشین لباسشویی رو با آب برای شبیه سازی بکنیم و آروم آروم اینو به سمت جلو بدیم که اون فکر کنه که بله خب داره در واقع ماشین لباسشویی شروع به آبگیری میکنه. و حالا بعد از چند ثانیه خب اون شیر برقی قطع میشه و دیگه متوجه میشه که آبگیری شده.
یه دونه از اینا هم که 2 تا گیر سوسماری میخواد بابت اینکه برق اصلی برد رو وصل بکنیم و یه دونه پتاسیومتر 10 کیلو میخوایم بابت اینکه سنسور دمای آب رو یا المنت رو شبیه سازی بکنیم که حالا خودش یه دونه NTC داره که ما به جای اون از یک پتاسیومتر 10 کیلو استفاده میکنیم. حالا به جاش میتونید یه مقاومت 10 کیلو 9 کیلو 8 کیلو هم استفاده بکنید، ولی خب ترجیحاً این باشه بهتره، چون میتونید حالا بسته به اون برنامه‌ای که اون داره نسبت به مقاومتی که اساس نسبت به آب راحت اینو با چرخوندن تغییر بدید و خطای سنسور آب رو برطرف کنید. و چند تا لامپ رشته‌ای. حالا چند تا از اینا لازم داریم. ما توی ماشین لباسشویی ها معمولا 2 یا 3 تا شیر برقی دارن. به تعداد هر شیر برقی یه دونه از این لامپ ها لازم داریم که حالا این سمتش هم با گیر سوسماری وصل شده که بتونیم به سوکتش وصل بکنیم. خب اگر 2 تا شیر برقی داره 2 تا از این لامپ ها، اگر 3 تا داره 3 تا از اینا لازم داریم و یه دونه هم برای مثل همین باز لازم داریم برای پمپ تخلیه. حالا بین 3 تا 4 تا داریم. اگر قرار خطای المنت داده خب یه دونه از اینا لازم داریم برای وصل کردن به المنت. اگر موردتون قسمت نداریم خب نیازی نیست اصلا اون المنت رو حالا لامپ بهش وصل کنیم و تست بکنیم عملکردش رو با یه برنامه‌ای که با آب سرد قرار شستشو انجام بشه انتخاب می‌کنیم و شبیه سازیمون رو انجام میدیم. اگرم که موتور رو نیاوردیم که می‌خوایم موتور رو ببینیم که وارد مدار میشه یا نه، خب یه دونم برای موتور ما لازم داریم. خب حالا بریم با هم دیگه اینا رو با هم دیگه وصل بکنیم و کارو شروع بکنیم. خب اولین کاری که من کردم این بوده که حالا دست سیمو به برد وصل کردم. سوکتایی که مربوط به برد بودن رو بهش متصل کردم. فقط اینو بهتون بگم که اگر میخواید خونه مشتری دستگاه رو باز بکنید حتما قبل از اینکه هر سوکتی رو باز بکنید کامل از تمام قسمت‌های دستگاه که سوکت بهش متصل شده عکس بگیرید. اصلا از این کار نه خجالت بکشید نه ابایی داشته باشید، بابت اینکه همیشه پیش میاد که شما ممکنه بخواید دوباره دستگاه رو تو خونه مشتری نصب بکنید یا اینکه حالا خودتون روی میزتون شبیه سازی بکنید. ممکنه خب بعضی سوکت‌ها شبیه هم دیگه باشن و ندونید که چجوری وصل بکنید، یا ممکنه اون وصل کردن اشتباه باعث بشه که خدای نکرده به دستگاه یا برد آسیبی برسه. خب حالا اینجا من این توضیح خیلی مختصرم بدم راجع به سوکت‌ها. یه سوکت سفیش داری که حالا سیمای نازکی داره. البته اینه که دارم میگم قانون نیست، ولی خب چیزی که کلا حالا زیاد پیش اومده و من دیدم و هستش معمولا تو بیشتر دستگاه ها، اینا رو تو کلی میگم که حالا اگه یادتون رفت یا ندونستین چیه. یه سوکت سفیش ما داریم به این شکل، حالت سوزنی هم داره، سیماش هم نازکه. خب کاملا بالای دستگاه بسته میشه. هیدروستات همیشه اگه باز کرده باشید اون قسمت بالایی دستگاه روی زیر اون در واقع سقف دستگاه بسته میشه. خب من اینو وصلش میکنم. مورد بعدی خب حالا دست سیم رو همینجوری برم جلو و دونه دونه سوکت ها رو بهتون نشون بدم. خب یه دست سیم داریم که ما از جلوی لباسشویی میاد پایین، یعنی قسمت جلوی لباسشویی جایی که درب هست. خب اولین چیزی که بهش برخورد میکنیم یه باز هم معمولا یه سوکت سفیش سیمای زخمی داره، چون ولتاژ اصلی برق از اینجا رد میشه که به قفل درب وصلش میکنیم. همیشه در ادامه اون یعنی غالبا ما 2 تا سوکت دیگه داریم. بعضی از لباسشویی‌ها حالا 4 تاست به خاطر اینکه اون حباب ساز دارن یا اینکه 2 تا پمپ تخلیه دارن 4 تاست، ولی خب معمولا 2 تاست. 2 تا دیگه هم میره پایین بابت پمپ تخلیه. تو بعضی از لباسشویی‌ها این 3 سیمه، چون یه فیدبکی هم داره که باز از پمپ تخلیه میاد که تا زمانی که داخل مدار نباشه برق وصل نمیشه، که ما به این پمپ تخلیه قراره به جاش در واقع از همین لامپ رشته‌ای استفاده بکنیم. خب من ادامه بدم. یک سوکت دیگه داریم اینجا. بله خب اینم که برق اصلی دستگاه هست که حالا پشت دستگاه جایی که سیم برق وصل میشه اونجا وصل میشه. معمولا هم میشه کنارش یه دونه ارت هست که با سیم سبز و زرد مشخص شده. خب این برق اصلی مونه که ما برق رو به این وصل میکنیم. دیگه ما سوکت های شیر برقی داریم که معمولا این شکلی هن. حالا بعضیاشون به اصطلاح فیش کولری هن، ولی خب خیلی اوقات اینجوری هن که اینا مشخصه 2 تا داره. یه دونه بابت در واقع حالا چرا 2 تا داره، حالا چرا 3 تا دارن، اونایی که اینجوری مشی آبی هن یا 2 تا دارن
یک شیر برقی بابت وصل شدن مسیری هست که آب ورودی میاد داخل در واقع محفظه همون جایی که ما پودر رو میریزیم، جا پودری، اونجا میاد آب وارد میشه، پودرا رو با خودش حل میکنه و وارد دیگه دستگاه میکنه. این یکیش بابت اونه. یکی دیگه هم چیه؟ این در واقع شیر برقی مستقیم آب ورودی رو وارد دیگ میکنه واسه مرحله آب کشیدی که اونجا لازم نیستش که دوباره آب از مسیر در واقع جاپودری رد بشه. پس یکیش میشه شیر برقی که با عبور از محفظه پودر و بعد از اون وارد دیگ میشه. یکی هم که مستقیمه، اون شیر برقی هم که 3 تاست، یه دونه حالا قرمز رنگه که واسه آب گرمه. حالا بعضیا دو دستگاه‌ها 2 تا دارن، بعضیا 3 تا دارن. خب بعد از اون ما المنت رو داریم. المنت هم که به همین شکل سیم 2 تایی ضخیمه و همیشه کنارش هم سوکت همون سنسور تشخیص دمای آب داریم که معمولا کنارش هم یه دونه ارت هست. همیشه المنت و سوکت ارزم به حضور شما که موتور کنار هم دیگه، چون داخل دیگ هم اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن و تمام این قسمت. حالا بریم با هم دیگه وصلش بکنیم. خب من بیشتر قسمت ها رو وصل کردم. حالا توضیح بدم که چیکار کردم. اولش خب ورودی برق بود که من حالا چون این سوکت بود و نتونستم سوسماری داخلش کنم، 2 تا سیم به این صورت اومدم گذاشتم و میام چیکار میکنم، دورش رو چسب برق میزنم که به هم دیگه اتصال نکنن یا در نیان. این مسئله رو حتما دقت داشته باشید. ببینید ما توی تست شبیه سازی همیشه اول با لامپ تست این کار انجام میدیم تا زمانی که موتور وارد مدار بشه. موتور که وارد مدار میشه، چون خب به لامپ تست خیلی جریان زیادی نمیتونه از خودش عبور بده، ما مجبوریم که مستقیم به برق اصلی وصل کنیم. ولی خب تا زمانی که موتور نیومده و ما مطمئن نشدیم که دست حالا سیم کشی یا قطعات با هم دیگه اتصالی ندارن، اول میایم با لامپ تست راه اندازی اون رو انجام میدیم. جایی که نیاز داشتیم موتور بیاد داخل مدار، حتما با رعایت مسائل همه ایمنی و حالا اینکه سر اتصالات رو همه عایق بکنید یا از هم فاصله بدید. حالا من اینجا چون فضا بابت این بتونم فیلم برداری بکنم، اینا رو زیاد کنارم دیگه چیدم. خب بگذاریم. اولیش که برق ورودی بود که من وصل کردم و حالا عایقش کردم. مورد بعدی هیدروستات بود که همون حالا سرنگ بزرگی که اینجا داشتیم و به این قسمت شلنگش متصل کردم. قفل در رو وصل کردم و عرضم به حضور شما که حالا اینجا انقدر شلوغ شده پیدا نمی‌کنم. عرضم به حضور شما که سنسور المنت همونطور که گفتم یک مقاومت حدوداً 10 کیلویی که حالا به این شکل بهش وصل کردم. اینم که از این و میرسیم سراغ مصرف کننده هامون که شیر برقی و پمپ تخلیه است. اینها رو خب دونه دونه، حالا من چون این بورد رو تمرین نکردم و اتصالی داره قرار نیست روشنش بکنم، فقط دارم توضیح میدم که بهتون آموزش داده باشم چطوری شبیه سازی انجام بشه. اینا رو دونه دونه، مثلا یه دونه از لامپامونه به یه دونش وصل میکنم. حالا این یه دونه دیگه از لامپامه که حالا روی تابلوی بالا هستش، مثلا این شیر برقی دیگه رو به این وصل میکنم و به همین شکل یک لامپ دیگه هم بابت پمپ تخلیه. خب تقریبا میشه گفت کارمون آماده است واسه شروع. گفتم حتما اول با لامپ تست که لامپ 200 وات یا 100 وات روشن بکنید. زمانی که موتور اومد داخل مدار و مطمئن شدید دیگه جای اتصالی ندارید، حالا از اول یا اینکه اگر مدارتون تو جوری هست که سریع میتونید مسیر برق مستقیم رو بهش وصل بکنید تا کارش انجام بده. مورد دیگه بعدی هم این که مثلا مثل این المنت، این سوکتاش اینجوری وله، حتما اینا رو هم عایق بکنید که حالا به هم دیگه نخوره، اتصالی نکنه، چون اتصالی بکنه دیگه باید با بورد خداحافظی بکنید. نکته دیگه نمیمونه. یک نکته خیلی مهم دیگه که حالا برای خود من پیش اومده، ببینید این موتور زمانی که با برق مستقیم حالا وارد برنامه بشه، به خاطر اینکه زیر بار نیست، این وقتی که به دیگ وصله خب زیر بار هست، یک فشاری داره، این سرعت موتور خیلی زیاد نیست. ولی وقتی که بدون بار داره کار میکنه، این یه سرعت بسیار بالایی داره، روی میز حرکت میکنه و مسئله این هست که خب چون ماشین لباسشویی چپگرد و راستگرد داره، خب این مثلا داره راستگرد میچرخه، یهویی چپگرد میشه و چون سرعت خیلی بالا داره یا اینرسی ایجاد میکنه، برای من پیش اومده که موتور مثلا
از این ور میز پرت شده اون ور میز و حالا به خیر گذشته. ولی خب اینو تجربه‌ای که برای من پیش اومده رو بهتون میگم، اینو حتما یه جا فیکس بکنید. حالا اگر کسی از همکاری دارید بگید حتما بگیره این دستگاه رو، در این حالی که خیلی ساکت و آروم به نظر میرسه و بهش نمیاد، ولی نیروی خیلی بالایی داخل این هست و ممکنه که براتون مشکل ایجاد بشه. خب ما بعد از اینکه این کار انجام دادیم، لامپ تستمون رو میانیم وارد مدار میکنیم، یک برنامه انتخاب بکنیم و دکمه استارت رو حالا روی این ماشین لباسشویی این قسمتش، حالا روی پنل باید بدونیم کدومه، شروع به کار میکنیم. وقتی که شروع به کار میکنیم، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ معمولا پمپ تخلیه میاد وارد مدار میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این سنسور هیدروستاتمونه دیگه، این تشخیص میده که آب داخل دیگ هست یا نه. ببینید دو حالت داره. بعضی وقتا چون همیشه داخل ماشین لباسشویی ته دیگ بالاخره یک مقدار آبی هست، بهتره شما قبل از اینکه این رو وصل بکنید، اینو تقریبا توی مثلا این حالت یا کمتر یا بیشتر قرار بدید. اول اینجوریش تو این فشار کوچولی، فشار که نه در واقع یکم این داخل این باشه که بتونید فشار از روش بردارید. این وسط که حالا یا کمتر مثلا 1/3 1/4 که بود، بعد چلنگو وصل بکنید. ممکنه که اگر در واقع اون فشار از روی هیدروستات برداشته نشه خطا بده، ممکنه هم خطا نده. مخصوصا اون برنامه رینز اند اسپین این اتفاق میفته، چون همیشه میاد اولین اتفاقی که میفته ماشین لباسشویی بعد از اینکه روشن میشه، حالا سنسوراشو چک میکنه، در قفل میکنه، وقتی میخواد شروع به کار بکنه، یکی از کاری که میکنه میاد آب داخل دیگو خالی میکنه و تشخیصش هم با هیدروستات هستش. برای همین بهتر اینو تو این حالت بذارید. زمانی که لامپ مربوط به پمپ تخلیه‌تون شروع کرد به روشن شدن، یعنی روشن شد، شما خیلی آهسته اینو به سمت بیرون بکشید. یعنی چی؟ یعنی که آب داره از دستگاه خارج میشه. اینو ما براش شبیه سازی میکنیم. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون خب آب دیگ خالی شده، موتور هم معمولا اینجا شروع میکنه به یه چرخش خیلی آهسته‌ای. بعد از اون خب شیر برقی ها بس میشن که آب وارد دیگ بشه. خب زمانی که لامپ شیر برقیتون روشن شد، لامپی که مربوط بود به شیر برقی، به مادامی که روشن، چون اینجوری هستش که آب اگه دقت کرده باشید چند ثانیه میاد قطع میشه، چند ثانیه میاد یکم لباسا خیس میشه، دیگه یکم شروع میکنه به چرخیدن، لباسا رو خیس میکنه، باز دوباره یک مقدار آب دیگه وارد میشه. مادامی که چراغ لامپ مربوط به شیر برقیتون روشنه، شما این رو هم آهسته ببینید. اولا که خیلی نباید فشار بیارید چون به هیدروستات آسیب میخوره. هر چقدر که لامپ روشن بود، شما آهسته اینو به سمت جلو ببرید و اون عملیات در واقع آبگیری رو براش شبیه سازی کنید. هر موقع لامپ شیر برقی خاموش شد، شما دست نگه دارید. این اتفاق تا زمانی میرسه که دستگاه احساس کنه به سطح آب معقولی رسیده و همون چیزی که حالا تو برنامه‌اش هست، و بعد از اون حالا اگه برنامه‌ای باشه که کلب باشه موتور میاد و اگر نه المنت میاد که آب رو گرم بکنه. نکته دیگه نمیمونه، اگه مورد بود باز توی توضیحات براتون مینویسم. این منیو رو رعایت بکنید، خیلی مواظب باشید. حالا نمیدونم، باز هم تاکید میکنم این سوکت هایی که آزاده، مثلا المنت رو شما نمیخواید استفاده بکنید، حتما سرش رو چسب بزنید، اینا رو حتما فیکس بکنید. حالا من اینجوری گذاشتم، ممکنه که با هم اتصالی بکنه و باز هم مشکل برای بردتون ایجاد بشه. بعد از اینکه اینا رو گذاشتید، حالا سوسماری گذاشتید، حالا یا هر چیزی که گذاشتید، حتما اینا رو چسب کاری بکنید، چون که هم اینا تو همه ممکنه دستتون بهش بخوره، هم که موتور ممکنه بیاد داخل مدار و لرزش روی میز ایجاد بشه. حتما همه موارد رو رعایت بکنید، این منیو رو که اتصالی پیش نیاد و شبیه سازیتون رو انجام بدید. انشالله که موفق باشید. سوالی بود توی کامنت ها ازم بپرسین، حتما جواب میدم و نکته دیگه نمیمونه. موفق باشید.